خب دوستان من با کارچی نویساندم که اپا جان یک منیوی تین که کودکای ما با مزه بخورد با تخم باشد. خب دوستان یعنی شما با تخم میکنم. یکمش تخم ای سفیدش با زردش جدا میکنین. و ماده در کار میشه پیازی کبود. من خیلی مرزی کردم موندگیم. این داشته باشین بدوزین کاری داد دیگه. نداشته باشین ندوزین. این برای اسپیتزا برای گوشتا پریپراوا های. این در کارم نیسته. کم ترک سویوی سس میدوزیم تمام. در دست من سویوی سس نمیتریه. کم ترک میدوزم. ندیدن دوستان اینا کو الدراش میکنیم. من پریپراوای خدمت دختم دوستان. این با اکو پیازی کبوتا میدوزیم دوستان. خب اینا دوستان دیدین فقط در سفیدش دختم. این زرد فقط سویوی سس رو مدگی. اینا الدراش میکنیم. انا کو دوستان اینا سکاورتکا گرم کرده روغن میدوزیم. خب اینا روغن دختیم بسیار در کار روغن دوستان این قدر بسه. رنگی که تخم میپزیم خیلی. خب سکاورتکا هم جاش تاب داده میگیریم دوستان. نمیخیر. اینا دوستان بعد نمیخیر کرده داخته میگیریم. خوش رو پختنش جداد میکنیم. من کم ترک میده تر کردم برای همین اسمش جمع کردم. اینا جایی که خوش رو پختگی میخواد جمعش کرده میبریم. اینا وقتی که جمع کردیم با باقی موندهش میدادیم دوستان. باقی موندهش داخته چنین رزمیری همی کرده میگیریم. نمیخواد. با اینای جمع کرده میبینیم میشم. من بعد از اون کم تر روغن داخته زردش میدوزیم دوستان. بعد میرم تا داده میگیرین. داده میگیرین تا پختم شد درونش. دوستان اینم فکر کرده بعد فرمول میکنین. بعد رنگ رولت بریده در دسترخوان کشی میشه. خب اینا دوستان تیار شده ببینین چه خوش را که با مزه که با رنگ رولت هر خیلی که میبیه لوبای پیچم کودکاتون نمیخرن بگادم اینا خشروگی شدیده میخره. نه دیدین اینا. Так что лайк, комментарий, подписаться хотиртон наброяд. Видео ай чека-чекаош тамошо карда, менюра гирифта бо белайк наравен. Хотя бы лайк монен.